آزاده رحمان رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت و رهبر یکی از کمیته‌های مجلس ملی به دادستان کل تاجیکستان برای بهبود کار این نهاد 9 توصیه داده است. از جمله خواسته است که مسئله سوء استفاده از منصب در بانک‌ها و سازمان‌های قرضدهی کشور جدی نظارت شود. او گفته است محض سوء استفاده از منصب به فعالیت بانکی و بازار مالیوی کشور تاثیر منفی گذاشت. قبلا بانک آسیایی رشد نیز آشنابازی یا شناسبازی را یکی از سبب‌های افزایش کردیت‌های زهرآگین و وجود کردیت‌های زهرآگین را یکی از سبب‌های بحران بانکی در کشور گفته بود. آزاده رحمان این نکته را روز 16 فوریه بعد از گزارش یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان در جلسه مجلس ملی بیان کرده است. از بس که در جریان حسابات دادستان کل خبرنگاران مستقل را از تالار به بیرون برآوردند، نکته‌های صحبت او و واکنش اعضای مجلس ملی به آن ناروشن باقی مانده بود. بنا به سندی که روز 22 فوریه دسترس رادیوی آزادی شد، آزاده رحمان به دادستان کل در مجموع 9 توصیه داده است تا در کار آینده خود از آن استفاده کنند. او گفته است دادستان کل باید مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم، قاچاق مواد مخدر و غصب خودسرانه زمین را جدی بگیرند. از جمله پیشگیری از غصب زمین‌های کارم آبی مخصوص تاکید شده است. رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت از کار مقامات تفتیشاتی و اجراچیان سود نیز انتقاد کرده است. فعالیت در سمت نظارت رعایت قانون‌ها هنگام اجرای قرار دادگاه از طرف اجراچیان سود نیز به تقویت بخشی احتیاج دارد، زیرا تجربه نشان می‌دهد که قرارهای مذکور اجرا نمی‌گردند و یا مهلت اجرای آنها دغلانه ویران کرده می‌شود، گفته است آزاده رحمان. در این سمت او یکی از سنجش دستگاه اجرایی پرزیدنت نهاد زیر نظرش مثال آورده است. با گفته او سنجش آنها نشان داده است که بعضی مقامات دولتی پرونده ها را با دغلانه ویران کردن مهلت تفتیشات بررسی می کنند و رعایت نشدن تابعیت تفتیشاتی پرونده ها نیز به نظر می رسد. او همزمان خواستار تهیه برنامه نو مبارزه با جنایتکاری در تاجیکستان شده است. آزاده رحمان دختر رئیس جمهوری تاجیکستان سال 2016 رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت تعیین و همان سال رهبر کمیته مجلس ملی عاید به تامین اساسهای کنستیتوسیونی، حقوق و آزادی‌های انسان، شهروند و قانونیت انتخاب گردید. این دختر 39 ساله رئیس جمهور رتبه مشاور دولتی عدلیه، رتبه دیپلماتی سفیر فوق‌العاده و مختار را دارد.